خداوند بلژیم به دیگر روی کنه. خب شما از اوجا به افغانستان دیپورتش کردین که از کار و از این چیز نبود فهمیدین. ما چی کنیم؟ ما را در اگر و مگر انداختی، ولی ما این را کجا دیپورت کنیم؟ چی را برای ما روان کردی بلیاز خدا؟ اونم اوجا خوب بود، قوارهشان بود، ستایلشان برابر بود، نیکتاییشان برابر بود، مردم فکر میکرد که بسیار نام خدا هوشیار است. یالیر گاهی پشت کراچی خرکی میده و گاهی میگه کسی هست که کار کنه، ما بیتر کار دارم، ما عربی کار دارم، اون فرق در پیش روش میگه مثلا که 12 را خلاص میکنیم، هیچی نمیشنوه و دیگر میگه که تو بر باید تو بیا در تو ای چی را بر ما روان کردی بلی خدا خود تو را بلژیم به دیگر روی کنه. یا ما ای را کجا دیپورت کنیم؟ هیچ خدا